دوستان ما قبل یک سری تفاوت‌های دستگاه پروتون LB16 و پروتون LB4 رو خدمتتون گفتیم و یکی دیگه از تفاوت‌هایی که دستگاه پروتون LB4 و پروتون LB16 داره سطح سنس سنسور هاست. ببینید من حالا اینا رو توی این ویدیو خدمتتون نشون میدم. من زمانی که بخوام با دستگاه پروتون LB4 اسکن بزنم، دستگاه پروتون LB4 چون 4 تا سنسور داره، مساحتی که موقع اسکن داره محیط رو برای من سنس می‌کنه اندازه 4 تا سنسوره. اگه شما بخواید حالا محیط رو به صورت کامل سنس بکنید، نیاز به یک سری حرکات دورانی است که بتونید اون محیط رو پر کنید که دستگاه براتون سنس محیط رو انجام بده. ولی توی دستگاه پروتون LB16 سطح سنس سنسورها خیلی زیاده و زمانی که من با دستگاه پروتون LB16 استارت زدم، دستگاه داره یک مساحت خیلی زیادی داره برای من سنس انجام میده و شما با یه دونه چپ و راست میتونید یه مساحت خیلی زیادی با دستگاه پروتون LB16 سنس بکنید و در حالت کلی مساحتی که دستگاه پروتون LB16 میزنه تو اسکن بیشتر از پروتون LB4